پرتوهای سری راه و حیواناتی در جستجوی غذا در پرتوگاه‌ها از صحنه‌های معمولی در کوچه‌های شهر کولاب است. ساکنان میگویند دیگر عادت کردند که هر روز از کنار این پرتوگاه‌ها بی فرق گذرند، زیرا به قول آنها مراجعت و شکایتشان در مورد سری وقت تازه کردن پرتوگاه‌ها تا این دم نتیجه نداده است. نکنیمش میگه تراکتور ما سرکن نداره، تراکتور مالی نداره. این خلق گشتن هم جوابشون زندگیشون رفته سر. اگر اگه میمون اومدن شب بعد مجبورم فیلم زدن. اگر میمون که نه نمیشه اگر 10 سال که هیچ کمی قیجور نمیگیره خواهر ما تو نشیم خیلی گپی نیه. ساکنان شهر کولاب میگویند که از بوی بد پرتوگاه‌ها همیشه ناراحتند و حتی شماری از مردم به مریضی‌های سرایتی گرفتار شدند. انا زمستان های بونا کستای پشن از استای تابستان دا بیزار ایجان شدیم راستی گپ بیاین ترزور الکن هم میتونیم همه بو میگیره نخوا که در همی شهر چند فهمیدیم که انا کروبکر رای کدن برای مسترو کجا کدن اینه. اکثر قطی ها در پرتوگاه های شهر کولاب لبریز از پرتاب است. همچنان در اطراف قطی ها پرتاب زیاد جمع شده است. ساکنان میگویند که آنها هر ماه حق بردن پرتوها را پرداخت میکنند، اما نمیدانند که پول دادهشان برای چی صرف می شود. من فکر که این همه گرد گوشه تو همه همیشه میوید 10 دون زیاد های 10 دون زیاد همی جمعیه خیلی نمی وضعیت همیه همی را همی خیل کنن یه شرش کنن که لای نباشه بعد آورده سر رده نمی پرتویم. مسئولیت نگاه بینی اکثر خانه های بلند منزل در شهر کولاب را شرکت های صاحب ملک بر عهده دارند. در ضمن اداره کمونالی شهر کولاب میگوید سبب جمع شدن پرتاب ها در شهر همکاری نداشتن ساکنان با اداره آنهاست. از سببی که مبلغ زوری خلق پول نمیتند بعد او جلسه هست که ایما وابستگی نداره. امروز ژئو در نزد ژئو اگر در اطراف ژئو را میروند امروز تو زیر یکم تا شهرنامه نداره قدم و همکاری نمیگه قرار رئیس شهر است که مبلغ زوری کنه باید مبلغ زوری نمیگه همه شوارده در اونجا پرداخت در زمینه خیلی خوجه کمنالی پرستگان. اداره کمونالی شهر کولاب میگوید برای جمع آوری و کشاندن پرتوها در حدود شهر در یک شبانه روز 6 تانه سوزشواری ضرور است، اما حالا آنها از ساکنان با این هدف کمی بیش از 3 تانه سوزشواری جمع میآورند. این اداره حالا 12 ماشین پرتاب کشانی دارد، اما میگوید برای کشاندن پرتاب ها برای این ماشین ها 260 لیتر سوزشواری ضرور است، چیزی که اداره کمونالی کولاب فعلا ندارد و ساکنان هم امید ندارند که تپه های پرتاب نزد منزلشان در ماه‌های نزدیک پاک کرده می شود.